میخوام این گلا که پشت سرم رو یه کمی هرس کنم و بهتون بگم که کدوم دوتا گلیه که به دردتون میخوره برای نگه داشتن توی آپارتمان، مخصوصا اگه یه ذره نور دارین از پنجره. بچه‌ها گیاه بابا آدم اصلا به درد نگهداری توی آپارتمان نمیخوره، مخصوصا برای کسایی که مجردن و تنها زندگی میکنن، چون خیلی نگهداریش سخته. بارا سعی کردم این که الان پشت سرم نشونتون میدم و احیا کنم، هی زنده میشه هی میمیره. این الان چیزیه که از این مونده. تقریبا هیچی ازش نمونده. من اضافه هاشو باید بچینم. در عوض گیاهی که خیلی براتون میمونه این برگ انجیری است. کلی برگ جدید زده، اینا همه پیدا نیست ولی اینا همه جدیده. من ازش راضیم، بچه خوبیه و فقط باید هر از گاهی به اینا کود بدیم. مثلا یه سری برگا میریزه ولی کلی هم برگ جدید در میاره. من تک برگ بابا آدم فکر کنم زنده نمونه.